مسلمان باید معتدل باشد. در اسلام افراطگرایی وجود ندارد. ما نباید احساساتی بشیم و افراطگرایی بکنیم. امروزه خیلی ها در فضای مجازی زود انسانها را فاسق و کافر و منافق میگویند، زود قضاوت میکنند. فلانی دشمن خداست، فلانی منافقه، فلانی فاسق، فلانی کافره. این خط و مشی و طریق و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. مسلمان باید معتدل باشد. افراطگرایی در اسلام وجود ندارد. ما نباید انسانها را احساساتی به بار بیاریم. هیچ کسی حق ندارد به مجرد که یک جوان صدای خود را بالا کرد بگیم فاسق و کافر و منافق و دشمن خدا. اسلام دین سلامتی، اسلام دین اطمینان، اسلام دین آرامش، اسلام دین فاسق گفتن بندگان خدا نیست. حکم نکن، فیصله نکن، قاضی مشو. بندگان خدا را فاسق و کافر و فاجر نخوان. زود نگو فلانی فلان و فلانی فلانه. در فضای مجازی میبینیم به کثرت فلانی دشمن خداست، فلانی کافره. این پدیده تکفیر خیلی پدیده خطر